چشم باز میکنم. از لای نرده های چوبی تلار و تماشا میکنم زندگی رو که مثل ابریشم قیمتیه. بوی جنگل میپیچه تو سرم. صدای زنجره های میون درختا رو خوب میشه شنید. پیچیدن باد لای برگای درختای تبریزی و صدای چرخ نخریسی. صدای آرامش، صدای سکون، صدای سکوت. چشمامو میبندم، نگاهم گم میشه تو امتداد زمان. غوطه‌ور میشم تو سفیدی مطلق پارچه سفید. قطره‌های آب زیر نور طلایی خورشید مثل اکلیل میپاشن روی شب دنیا. آدم‌ها با شادمانی کنارمون جمع میشن و دور پارچه هایی که پر از بوی ابریشمه غبار سفر از گرد دانه های سفید پیله برمی‌دارند. سکوت میکنند و ادامه میدهند. میخندند و ادامه میدهند. چای خوش عطر مینوشند و ادامه میدهند. آواز میخوانند و ادامه میدهند. شادی و سفیدی ریشه های این دهکده‌اند. دهکده‌ای که تا اینجای ماجرا کلی داستان دیده و شنیده. از پیله کردن به زندگی تا پروانه شدن. باید پیله کرد و ثابت قدم ماند. پیله کن به زندگی. اقامتگاه بومگردی پیله.